میتوان به موسیقی گفتش که تو مذکری، به نقاشی گفت که تو مذکری، به خوشنویسی گفت که تو مذکری، به شرط اینکه خوشنویس از اون صفا و شأن برخوردار باشه. اگر شروع بکنه خودنمایی کردن و اینو بگه من حالا یه چیزی درست میکنم که هوش از سرت بپره و چنین بشه، خودنمایی بکنه، خطش خراب میشه. خطش خراب میشه یعنی گم میشه، اون حقیقت رو من نمیبینم دیگه. یه مقداری چشم‌ها رو مشغول خودش میکنه، در صورتی که خط شما رو باید فارغ بکنه. حتی از اون خط آدم وقتی میبینه باید بره توی احلام دیگه، نباید به اون خط فکر بکنه. خط شما میبینی یه چیزایی یادتون میاد، یه احساساتی درتون ایجاد میشه، فکر میکنی عجب من کجا هستم، این چه عالمیه، چرا من اینجوری کردم. ناگهان یادتون میاد که امروز صبح با یه نفر دعوا کردین، خوب نبوده. همین خطو که میبینین یادتون میاد که عجب امروز ما داد زدیم، عربده کشیدیم، اینا هیچ خوب نبود این کار و تناسبی نداشت اینا. این خط رو این چقدر قشنگی جمعه